به نام خدا. سلام. توی این جلسه میخوایم کد نویسی جاوا اسکریپت در محیط ویژوال استودیو کد رو شروع کنیم. قبل از هر چیزی من یک نیو فولدر میسازم، اسمش رو میذارم JS و به محیط ویژوال استودیو کد میرم. اینجا اون فولدر رو اد میکنم، یک نیو فایل میسازم، اسمش رو میذارم index.html. اینتر. در اینجا علامت تعجب رو میذارم، دکمه تب رو میزنم. تگ های استاندارد HTML ایجاد میشن. خب برای اینکه ما بتونیم کد جاوا اسکریپت بنویسیم نیاز داریم به تگ اسکریپت. تگ اسکریپت رو میتونین در قسمت هد بذارین، هم میتونین در قسمت بادی بذارین. ولی از اونجایی که مرورگر کدهای شما رو از بالای صفحه میخونه، بهتره که کدهاتون رو در قسمت هد قرار ندین، چون ممکنه اسکریپت های زیادی در قسمت هد نوشته باشین و این باعث میشه کانتنت یا محتوای شما دیرتر لود شه. بهترین جا برای گذاشتن تگ اسکریپت در انتهای بادی است، قبل از تگ بسته بادی. پس من اینجا اینتر میزنم، در اینجا تایپ میکنم سکریپت، اینتر رو میزنم، تایپ میکنم console.log پرانتز باز hello javascript. در انتها سمیکالن رو میذارم. خب شما میتونید یک پلاگینی رو به اسم لایف سرور در قسمت اکستنشن نصب کنید. اینجا سرچ کنید لایف سرور رو و اینستال کنید. لایف سرور در واقع میاد یک سروری رو در پشت صحنه میسازه و سرو میکنه فایل های استاتیک شما رو مثل HTML، CSS، JavaScript. صفحتون رو در مرورگر باز میکنه. خب برمیگردم به index.html و کلیک راست میکنم، Open with Live Server رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، Inspect Elements رو میزنم، میرم تو بخش کانسل و اینجا کد ما اجرا شده. این رو پاک میکنم، تایپ میکنم alert پرانتز باز welcome to my website. در انتها سمیکالن، سیوش میکنم، برمیگردم به مرورگر و این پیغام رو به من نشون میده. حتما نیاز نیست که شما لایف سرور رو اینستال کنید. شما میتونید به پوشتون برین و index.html رو کلیک کنید. در اینجا کدتون اجرا میشه. خب برمیگردم به ویژوال استودیو کد. خب ما نمیخوایم که کدهای HTML و جاوا اسکریپتمون توی یک فایل باشن، چون HTML درباره کانتنت یا محتوا هستش، جاوا اسکریپت درباره بیهیویر یا رفتار هستش. پس راهی که داریم اینه که کدهای HTML مون توی یک فایل باشن، کدهای جاوا اسکریپت توی یک فایل جدا. پس من میام اینجا یک نیو فایل میسازم، اسمش رو میذارم myjs.js. این کد رو کات میکنم، در اینجا پیست میکنم، در اینجا میام آدرس اون فایل رو میدم، میگم myjs.js. سیو میکنم، روی index.html کلیک راست میکنم، Open with Live Server رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید کد ما هنوز داره اجرا میشه. خب این بود از جلسه امروز. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.